خدمتتون برسم. کسی که روز اول فرمول گره زدن نخ کاموا و قواعد بافتنی ها را نوشته، بیشک عاشق ترین آدم باهوش دنیا بوده است. مهم نیست سرمایی بوده باشد یا نه. مهم این است که حساس ترین دقیقه های یک روز زمستانی را کشف کرده. مگر می شود دست آدم گرم نباشد و انگشت ها بتوانند خوب و درست برف را قل بدهند تا کله آدم برفی ساخته شود؟ روز برفی می تواند سرد باشد اما یخ نه. اگر دور هم باشیم و ژاکت دستباف پوشیده باشیم و هر کداممان یک لیوان چای داغ داشته باشیم، سر سیاهی زمستان همه خوشبختیم. از من بپرسی به تو میگویم شالگردن‌ها رود درازترین محرم اسرارهای دنیا هستند. رج به رج که بافته می شدند، یا صدای یک مادر خسته را شنیدند یا قربان صدقه های یک دخترک عاشق. شالگردن‌ها اما فقط بلدند بپیچند دور گردن کسی و خیلی که بخواهند به بافندهشان وفادار باشند اجازه نمیدهند دلبند او سرما بخورد. اندازه بعضی از شالگردن‌ها بخشی از فاصله است که بین دو نفر وجود دارد، فاصله‌ای که یک نفر دانه دانه با دلتنگی گرهشان زده است.